سلام دوستای عزیز، انشالله که همتان جور و آرام و صحت کامل داشته باشین. لطیف مهربان هستم بازم با یکی از ویدیوهای جدید ما که میخوایم به شما نشان بدم چگونه آنلاین شما پول به دست بیاورین. خب انشالله دوستا که می صفحه بنده را هم لایک کنین تا از طریق صفحه خود بسیار ویدیوها را به شما شریک سازم تا شما با ثانی بتونین طریقه پول به دست آوردن یاد بگیرین. خب دوستا، انشالله که از ویدیوهای گذشته که 4-5 ویدیو ما آنلاین ما اپلود کرده بودم در خود چینل لطیف مهربان که شما انشالله از استفاده کرده باشین و چیز یاد گرفته باشین که چگونه بتونین پول به دست بیاورین و چه قسم بتونین شما از طریق یوتیوب پول به دست بیاورین. و در مجموع ما بسیار معلومات عمومی به شما داده بودم در این 4 ویدیو که ما اپلود کردیم دیگه. شما انشالله که او ویدیوها را چک کرده باشین و ریده باشین و چیز آموخته باشین ازش. خب امروز ما به شما یک وبسایت بگیم یا سایت بگیم جدید براتون نشان میدم که دو طریق میتونین شما پول به دست بیاورین. این وبسایت دوستای عزیز نامش هست Adfly. قسمی که میبینین Adfly، فقط در براوزرتون شما نوشته میکنین Adfly نوشته کردین ای براتون ظاهر میشه. ای که ظاهر شد دوستا با طریقه آسانش قسمیت که شما میتونین از طریق خودم فیسبوک اکاونتتون میشه لاگین شن. فقط در اینجا لاگین میگین، اینجا باز لاگین with فیسبوک. لاگین with فیسبوک دیدین دوستا باز این اکاونت شما ظاهر میشه. اکاونتتون که ظاهر شد دیگه اینال شما چیکن بسیار آسان است دوستا از طریق خود ایدفلای پول به دست آوردن، به خاطر که مشکل نیست. فقط شما چی میکنین، هر یورل اگه شما یورل از فیسبوک گرفتین یا از یوتیوب گرفتین یا از کدام سایت دیگه گرفتین، من قسمی آمدم در یک سایت به نام افغان فیشن، درست است؟ یعنی قسمی که میبینین فکر کنم از خارج کشورم فعالیت داره. این وبسایت در افغانستان نیست، خودش مقصد نامش از افغان فیشن است، درست دوستا دیگه. یعنی دوستا که میرم من نو بگم ایرا قسم میکنین که هر یورل که شما پیدا کنین فقط بالاش میکنین میان اینجا این یورل میگیرین چی میکنین کنترل سی یعنی کپی گفتین اینجا آمدین ایرا پیست میکنین. یعنی دوستا ایرا که پیست کردین شرینک بگین، شرینک که گفتین بعدش چی میکنین هم یورل کپی میگیرین. کپی یعنی فرض کنیم من پیج خودم بودم، درست؟ یعنی پیج چی میکنم ایرا ما اینو پیست کردم اینجا، پیست کردم فقط اینو پابلش بگو. پابلش گفتیم هر نفر که بود مثلا می اد شما کلیک کنه، سایزی کلیک کنه با زیر لینک میته با مو خود اکاونت ادفلای شما. یعنی هر کس که ایره چک کرد با مو اساس پول به شما باید می. این قسمی که میبینید دوستان ما فقط چند تا پست کرده بودم چند وقت پیش دیگه 277 ویو دارم که توتال ارنینگش این قدر است، درست است دیگه. خوب است کسی بیکار باشه و پیج قوی فیسبوک داشته باشه با میتونه که دیگه خوب پول به دست بیاره. به خاطر فکر کنم که ده 1000 ویو کس کنه $1 براتون میتن دیگه. $1 کلان گپ است دوستا دیگه. باز اینجا میتونین نمی سیتینگاش هم چک کنین که تاپ کنتریز کدام از کدام کنتریز بود شما میتونین که ویو بیارید. نه کوشش بسیار کنین که ویور شما کشورهای امریکایی باشه اروپایی باشه، به خاطر به او کشورها ویورش بسیار زیاد پول میده نسبت به کشورهای آسیایی یا افغانستان شد یا پاکستان شد یا هند شد یا ایران شد. در این کشورها دیگه قضیت پول نمیده. باز با کشور امریکا باشه یا کانادا باشه یا کشورهای اروپایی باشه باز به اونو ویورها زیاد پول میده دیگه. دوستایی که باز میتونین طریقه ویدراولش هم میجاست، این طریق میتونین پولتون رو باز بکشین بعد دست بیاورین، درست است دیگه. ایمیل میگه چیزا میخواد ازتون باز. خب دیگه میتونین از طریق پیپال هم میتونین پیسهشون بکشین، پاینر هم میتونین، پایز هم میتونین که باز برای زیاد معلومات به این به دست بیارین دیگه. میتونین دوستایی که خاطر باز این وبسایت ادمی خدمات چک کنین دیگه، باز میتونین که شما خودتون یاد بگیرین. یه چیز براتون دوستان میگم، اینجا در ویدیوهای 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا 3 دقیقه یا 4 دقیقه شما نمیتونین همه چیز یاد بگیرین. یعنی من نمیتونم به شما در یک ویدیو کل چیزا را 100% توضیح بدم.
شما کار کنین که یک کم خودتان بگردین سرچ کنین جستجو کنین، انشالله بسیاری طریقا رو بسیاری چیزا رو خودتان میتونین پیدا کنین و یاد بگیرین. درسته دوستان؟ دیگه انشالله که چیز مخته باشین، بسیار طریقه آسان است، بسیار چی خوب است. فقط کوشش کنین که اول یک کار کنین که پیج فیسبوک جور کنین که پیج فیسبوک تون یک کم لایک بگیره. باز از این طریقه که شما می لینک شیر کنین، حتما به این باور من باشین که در 24 ساعت اگر یک پیج داشته باشین که یک لایک داشته باشه، در 24 ساعت که شما یک لینک شیر کنین، لینک اگه بسیار جالب باشه باور کنین که 20000 ویو میگیره. 20000 ویو دیگه $20 میشه. $20 دیگه در 24 ساعت بسیار چیزی که تو خانه شده باشی دیگه. درست است ان شاء الله دوستان. خب دوستان ان شاء الله که چیزا مخته باشین. بازم از شما خواهش میکنم که اکانت برادرتان سابسکرایب کنین، به خاطر که ما ان شاء الله گفتیم که بسیاری طریقای دیگر براتون نشان میدم که چگونه پول آنلاین در افغانستان شته شما به دست بیاورین. درست است؟ و پیج منم دوستا لایک کنین، به خاطر من یارلای خود کلش از طریق همین پیج خود انشالله شریک میسازم با شما که با شما بیخی آسان شه. اگر شما به یوتیوب دسترسی ندارین و اینترنت ندارین که شما در یوتیوب ویدیوهای مرا چک کنین. تشکر دوستان، انشالله جور باشین، آرام باشین و خیر باشین.